الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، درباره حور العین پرسیدن که از چی آفریده شده است. برادر محترم، حور العین در قرآن عظیم شان اوصاف و صفاتی ازی زیاد ذکر شده. انا انشأناهن انشاء. الله تعالی میگه ما اینها را به یک خلقتی خاصی انشاشان کردیم، خلقشان کردیم، پیداشان کردیم. فجعلناهن ابکارا. ما اینها را بکر آفریدیم. اینها همیشه در حالت بکارت می باشند، یعنی پرده بکارتشان همیشه می باشد. و در آیات دیگری می فرماید که لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان. قبل از این شخصی که برش حور عین میسر میشه، نه انسی نه جان جنی بالا از اینها دست کشیده است. یعنی هیچ مخلوقی بالا از اینها دست نکشیده، یعنی اینها هیچ خیانت بالاشان صورت نگرفته. اما خلقتی از این که از چی آفریده شدن، آیات قرآن عظیم شان و همچنان احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم در این باره کدام چیزی به ما توضیح ندادن، مانند خلقت انسان، خلقت جن، خلقت ملائک. البته بعضی آثار آمده که از بعضی صحابه که حور عین از زعفران آفریده شده است. از زعفران علما این آثار تصحیح نمیکنن، میگن کدام اساسی نداره، چون دلایل واضح و روشن و صحیح نیامده. دیگه ما حکم قطعی کرده نمیتونیم که از زعفران اینها آفریده شده باشه. سوال دیگری برادر عزیز گفتن درود بر رسول الله صلی الله علیه و سلم چی فضیلتی داره؟ برادرم، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماند من صلى علی صلاة واحده صلی الله بها عشرا. کسی یک درود به من میفرسته، الله تعالی بر از او 10 درود میفرستد، 10 رحمت خدا بالا از او پایین میکند. و در روایت دیگری هم میآید 10 نیکی 10 درجه از او را بلند میکنه. الله تعالی 10 درجه از او را بلند میکنه و 10 گناه از او را هم محو میکنه. این احادیث صحیح است در این باب. در بعضی روایات هم میآید که کسی که به ما رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند کسی که به ما درود میفرسته روز قیامت به ما هم نشین نزدیک میباشد و همچنان روز قیامت شفاعتی ما برش حاصل میشه اگر کسی که در شب جمعه به ما درود بفرستد. یا حادثه به او درجه زیاد یعنی صحت نیست. البته درود بر رسول الله صلی الله علیه و سلم تشویق شده، چی از آیات قرآن عظیم شان یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما و چی هم از نصوص احادیث نبوی که رسول الله صلی الله علیه و سلم خودشان تشویق کردن که من صلى علی صلاة واحده صلی الله بها عشرا. بارک الله فیکم.